بیرون ز تو نیز هر آنچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، و درود و صلوات بیکران به روح پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سلام خدمت تک تک شما بیننده های عزیزی که همین اکنون از صفحه فیسبوک دانشگاهی ما رو تماشاگر هستید. امیدوارم هر کجای این گیتی پهناور هستید و به هر کاری مشغول هستید، صحت و سلامتی نصیب همیشگیتان باشد. من سارا رجبی شما را خوش آمدید میگویم به یکی از برنامه‌های دیگر گفتمان دانشگاهی. برای روال هر هفته، این هفته هم موضوع بسا ارزنده و مهم در امور زندگی ما داره. موضوع برنامه ما هست آگاهی دهی مقامات میکروبی هست و مهمان برنامه ما استاد زمان نوروزی، استاد دانشکده فارماسی با ما در استودیو هستند. از شما درخواست میکنم تا آخر برنامه ما را همراه باشید و از سخنان استاد بزرگوار مستفید شوید. سلام علیکم جناب استاد، خوش آمدید به برنامه ما. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بانو رجبی عزیز، و همچنان عرض سلام و درود دارم خدمت تمام عزیزایی که همین لحظه برنامه رو بیننده هستند. و ما سلام و احترامات خدا خدمت تمام شما خوبان تقدیم میکنم. و خوب است که ما بازم اشاره بکنم به عنوان برنامه آگاهی دهی از مقاومت میکروبی است. انشالله ما تا آخر روی موضوع صحبت خواهد کردیم و اهمیت موضوع را برای شما خواهد گفتیم. و دلیلی که این عنوان انتخاب شده، ما چون در هفته مقاومت میکروبی قرار داریم و این هفته یک هفته جهانی است که در سرتاسر جهان همین هفته به نام هفته آگاهی دهی از مقاومت میکروبی یاد میشه. و بسیار خوب است که ما یک برنامه در این مورد داشته باشیم و پانتون زن بتانه همون مسئولیت‌های خود در قبال جامعه ادا کرده باشه. ما در خدمتتون هستم. بله دقیقاً جناب استاد. یک معرفی کوتاه از خود داشته باشید در نخست، چون بیننده های ما بیشتر با شما آشنایی پیدا کنند. بعد از اون برمیگردیم به موضوع برنامه ما. فارماسیست زمان نوروزی هستم، همون قسمه که بانو رجبی از معرفی کردن مرا. یک تن از استادای دپارتمنت فارماکولوژی دانشکده فارماسی دانشگاه زن و همچنان به عنوان یک استاد در پانتون‌های خصوصی در داخل افغانستان فعالیت دارم و همچنان در محصل دوره ماستری در بخش فارماکولوژی پانتون کابل درس در جریان است و محصل دوره ماستری هستم. و امروز هم خوشحال هستم که در خدمت تمام شما شنونده‌های عزیز قرار دارم. بسیار خوب، ما هم خرسند هستیم که شما را در عرصه دانشگاه داریم جناب استاد. و برمیگردیم به موضوع برنامه ما که آگاهی دهی از مقاومات میکروبی بود. در قدم نخست جناب استاد بگویید که مقاومت میکروبی چیست؟ خب خوب است که ما درباره این موضوع کم صحبت شود که اول مقاومت میکروبی، شاید بعضی از دوستای ما کسایی که همین لحظه ما را میبینن شاید درباره میکروب و این موضوعات حتی معلومات نداشته باشند. کسایی که فاکولته یا اونا پنجای طبی خوانده باشند این موضوع بسیار موضوع آگاهی دارند در قسمتشان، ولی چون شنونده‌های ما ممکن اقشار مختلف باشه، خوب است که ما یک تعریف زمینه‌ای در قسمت بعض کلمات داشته باشیم. اولی که ما خود میکروبا را باید بفهمیم تا بعد مقاومت چه ما و شما صحبت کنیم سرش. خب ما موجودات به عنوان مایکرو ارگانیسما تصنیف بندی میکنیم یا موجوداتی که به چشم دیده نمیشن، یعنی ما اونا را به نام مایکرو ارگانیسم یاد میکنیم. مثلا اینا شامل باکتری میشه، شامل ویروس میشه، شامل سمارقا میشه، شامل پارازیتا میشه. یعنی هر کدام از یا به خودش یک عالم بسیار بزرگ است
و اینا را ما به چشم دیدن نمیتونیم. هدف ما به چشم غیر مسلح، یعنی ما میتونیم با وسیله میکروسکوپ ها بعضی از پارازیت ها اینا را مشاهده بکنیم، ولی با چشم غیر مسلح که ما با چشم عادی اونا را دیدن میتونیم. اینا را در بخش صحی به نام مایکرو ارگانیسم ها یاد میکنن و ما شما به اصطلاح ساده به نام میکروب میشناسیم، تمام اونایی که به چشم دیده نمیشن. و میمونه مسئله مقاومت. ببینید مقاومت ما به خاطر از بین بردن میکروارگانیسم ها، این ما بخوایم باکتری را، سمارق، پارازیت و ویروس اینا را از بین ببریم، یک تعداد دواها را استفاده میکنیم که اونا را از بین ببرن. اونا دواهای آنتی میکروبیال هستند یا دواهایی که به خاطر از بین بردن میکروب ها استفاده میشن. و مقاومت باز چی معنی میده؟ در صورتی که همین دوایی که استفاده میشه در مقابلش دیگه میکروب ها پاسخ نده، یعنی میکروب ها دیگه از بین نروا با این دواها، اینا میگه مقاومت میکروبی. باز مقاومت میکروبی انواع اقسام داره. مقاومت خصوصا مقاومت در بخش باکتری بسیار مهم است برای ما. مقاومت در بحث سمارق‌ها، بحث باکتری، بخش باکتری ها مهمتر از سایر بخشایشان است که ما شما چون نظر به که وطن ما شما از لحاظ آماری با اینا بسیار سر و چار هستیم، بر ما بسیار اهمیت داره. پس ما یک خلاصه بگویم مایکروارگانیسم ها اونایی بود که ما موجوداتی هست که ما با چشم نمیبینیم، مثل باکتری، سمارق، ویروس هست. و مقاومت میکروبی عدم پاسخ این میکروب ها با دواهایی که ما شما استفاده میکنیم. در کل ما میتونیم بگویم که مریضای ما دیگه با دواهایی که قبلا میگرفتن دیگه بهبود پیدا نمیکنن. این را میگن مقاومت میکروبی. بله، جهان سپاس از شما استاد معزز. بیننده های عزیزی که ما را تماشا میکنند، اگر سوال، پیشنهاد، انتقادی داشتید در بخش کامنت به ما شریک سازید و انشالله در لابلای برنامه از استاد ما خواهیم پرسید. جناب استاد، همینطور که گفتید مقاومت میکروبی یک نوع میکروب هست. خب به پرسش بعدی می رویم. مقاومت میکروبی چه تأثیر روی صحت و جامعه دارد؟ خب درباره مقاومت میکروبی ما شما قسمی که گفتیم مساله WHO یا سازمان صحی جهان اینا یک هفته ای را نامگذاری کردن زیر نام آگاهی دهی از مقاومت میکروبی و این آگاهی دهی به چندین سطح هست. مثلا هم به بخش صحی است، هم به بخش غیر صحی است و هم بخش مردم عامه است که به مردم عامه یک تا موضوعات باید گفته شود. و درباره اهمیتش همی است که یک هفته مکمل به نام هفته مقاومت میکروبی است و همچنین اهمیتی که داره ای است که WHO خود مقاومت میکروبی را جز 10 اولویت مهمش قرار داده. یعنی از 10 نگرانی مهم سازمان صحی جهان یک از موضوعات موضوع مقاومت میکروبی است. چیزی که ما همیشه یاد میشه در بخش مجامع طبی است که ما جنگ جهانی را جنگ‌های جهانی اول سپری کردیم، جنگ جهانی دوم سپری کردیم و جنگ جهانی سوم میگه گفته میشه که جنگ انسان‌ها با باکتری ها و با میکروب است. به خاطر از اینکه اونا همه قسمی که ما و شما رشد کرده میریم، ما و شما انکشاف کردیم، مثلا ما از سطح زندگی ما نظر به 100 سال پیش، 200 سال پیش بسیار تغییرات زیاد در شمال شده. مثلا ما آمدیم ساختمان‌ها ساختیم، موبایل ساختیم، تکنولوژی، تمام موارد اینا ما پیشرفت کردیم. همه قسم ما بر شما بگویم که باکتری هم بیکار ننشستن، همه قسم روز به روز اونا در حال رشد هستن و اونا دواهایی را که ما شما استفاده میکنیم میتونه باعث ایجاد مقاومت در مقابل از این با آنتیبیوتیک ها یا دواهایی را که ما شما استفاده میکنیم از خود مقاومت نشان بدن. درباره اهمیت چون من چند تا آمار میگم که بسیاری برای بینندگان ما شما واضح شود که مقاومت چقدر میتونه اهمیت داشته باشه به جامعه. من بر شما میگم که طبق آماری که ما جدیداً از سازمان صحی جهان گرفتیم که در هر 3 دقیقه یک تا طفل فوت میکنه. در هر 3 دقیقه یک طفل ناشی از این که طفل دچار سپسیس شده، یعنی خونش میکروبی شده و دیگر
با آنتیبیوتیکای ما نمیتونه اون باکتریایی که در خون این مریضا وجود داره اونا را از بین ببره. در هر 3 دقیقه یک طفل جان خود از دست میده به خاطر این موضوع. و همچنان سالانه 1.27 میلیون نفر جان خود از دست میتن به خاطر مقاومت میکروبی. یعنی آمارای بسیار بسیار، یعنی آمارای بسیار کلان است. از هر نوع جنگ دیگه ای کرده تلفات و یا ای که باعث مرگ و میر افراد میشه مسئله مقاومت میکروبی و همچنان از لحاظ صحی و همچنان از لحاظ اقتصادی سالانه آمارای مختلف وجود داره، ولی این پیش بینی شده که تا سال 2050 آمار مصرف مقاومت میکروبی در جهان در سال 1 تریلیون دلار میرسه. یعنی ما اگر بخوایم با این پدیده مقابله بکنیم، مریضایی را که اونا دچار مقاومت میکروبی میشن، یعنی باکتریایی که در وجودشان داخل شده اونا مقاوم هستن، آنتیبیوتیکا یا دواهایی که ما برشان استفاده میکنیم دیگه جواب نمیتن و هزینه تداوی از اونا بالای 1 تریلیون دلار میشه و هم از لحاظ اقتصادی برای جامعه ما و شما مهم است و هم از لحاظ صحی. و چیزی که مهم است حتی این زندگی حیوانات هم متاثر میسازه و اما قسم که دیده شده سالانه 10 تا سال آمارای مختلفه که ما گرفتیم دیده شده تا سال 2050 تقریبا 7.5% از جانداران یا چهارپایان پستانداران که او شامل حیوانات میشه، حیوانات مختلف، ناشی از امی مشکل مقاومت میکروبی، این حیوانات نسلشان تقریبا 7.5% نسلشان به انقراض میره. دلیل از این که این موضوع وجود داره. در خیلی از دواها ما دواهای مختلف داریم، دواهایی که به خاطر ضد درد استفاده میکنیم، دواهایی که به خاطر اگه تب به بدن ما و شما میاد به خاطر تب استفاده میکنیم و یک دوایی که به خاطر از بین بردن این میکروب ها یا باکتری ها استفاده میکنیم، اونا رو به نام آنتیبیوتیک ها میگن. و این دوای آنتیبیوتیک استفادهش مثلا ما دوای ضد درد برای ما اگر من استفاده میکنم عوارضی که در مقابل دوای ضد درد به من رخ میده اون فقط مربوط به میشه، ممکن کلیه ما تخریب شود، ممکن کبد ما تخریب شود اگر ما غلط استفاده بکنم. ولی اگر مسئله غلط استفاده کردن دواهای آنتیبیوتیک باشه اون موضوع مربوط به یک فرد نمیشه. وقتی که یک سوشه یا یک نوع باکتری مقاوم به وجود بیاید او مربوط یک فرد نیست، او میتونه به تمام جامعه انعکاس پیدا بکنه و میتونه همین باکتری مقاوم انتقال پیدا بکنه بین تمام افراد. حتی ما مطابق آماری که بر شما گفتیم حتی مواشی و حتی چهارپایان هم میتونه از این موضوع متاثر شود. بسیار یک موضوع مهم است در جامعه، خصوصا در جامعه افغانی ما شما که ما بسیار چالش‌های بسیار زیاد داریم که استفاده آنتیبیوتیکا بسیار جنجال برانگیز است و کنترل و نظارت در روی اینا نیست. و چرا در کل با کشورهای ما متاسفانه کشورهای جهان سوم میگه به خاطر کمال آمار امراض باکتریایی و آمار امراض میکروبی در کشورهای ما شما بلند است. به خاطر استفاده از دواها منیج خاص میخواد، آگاهی مردم ما شما در این قسمت بسیار ضرورت است که آگاهی مردم باید بالا برده شود درباره دواها و درباره ازی که چطور این موضوعات هم مراعات بکنن. ان شاء الله باز بحث بیشتر خواهد داشتم، امیدوار هستم که ما کفایت بکنه درباره اهمیت موضوع مقاومت میکروبی. بله جناب استاد، تشکر میکنم از کسانی که برای ما کامنت میگذارند، باعث انرژی بیشتر ما میشوند. و جناب استاد یک پرسش، یک سوال داشتیم در بخش کامنت، اگر شما موافق باشید بپرسم. درست است، مشکل نیست، من در خدمتتون هستم. بله، یکی از مخاطبین ما گفته دکتر صاحب عزیز مهمترین اصول بهداشتی که در همه اوقات رعایت بکنیم کدام ها اند؟ خب ببینین خوب است که ما درباره کدام موضوع اصول بهداشتی یا کدام موضوعات نکاتی که ما شما را باید مراعات بکنیم، اینجا ما چند نوع عوامل داریم که در گسترش مقاومت میکروبی دخیل است. یکی چالنج‌ها که در چالنج‌هایی که یا مو چالش‌هایی که ما در قسمت مردم خود داریم، یکی چالنج‌هایی که در چالنج‌ها یا چالش‌هایی که در سیستم سی موجود است. و اگر ما اصول بهداشتی را میگیم، موضوعی است که در قسمت اصول بهداشتی مسئله موضوعات مختلف است که ما میشه خوب از جمع کنم زیر ازی که چالش‌هایی که در کل مردم است. اول مسئله عدم دسترسی به آب
پاک یا آب صحی. آب صحی یکی از موضوعات بسیار مهم است. یعنی اونا آب که از لحاظ صحی اونا آلوده هستند با موضوعات میکروبی و اینا خودشان میتونه باعث انتقال مقاومت میکروبی شه و میتونه باعث انتقال میکروب شه و او میکروبا میتونه سوش مقاوم باشه. و اولین موضوع مسئله آب صحی است که آب صحی باید مصرف شه. متاسفانه ما در افغانستان بسیار چالش داریم در قسمت دسترسی مردم با آب صحی. دو مسئله حفظ صحه و حفظ بهداشت است. به خاطر از اینکه اون مسئله اما قسم که در پرسش شده بر ما که مسئله کدام نکات صحی را ما در نظر بگیریم، یکی موضوع اینمی آگاهی مردم در قسمت خود حفظ فردیشان است که باید اینا را مراعات بکنن، از اینکه مثلا خود پاک نگاه بکنن، از اینکه مثلا با آلودگی کمتر مواجه شوند. مسئله اینمی حفظ فردی خودشان، حفظ محیط، اینا تمام موارد است که نیاز است فرد بفهمه و همچنان دانش افراد در قسمت حفظ تعیین کننده است که مثلا باید درباره حفظ فردی خودشان باید معلومات داشته باشد، درباره حفظ محیطی خودشان هم معلومات وجود داشته باشد. ببینید یک موضوع ما در قسمت کشورهای دیگه دیده شده و اونا پیشنهاد میکنه که هر جامعه‌ای که میخواد مثلا موضوعات سی شانده و جامعه حل شوه، یک موضوع داره به نام هل لیترسی یا سواد صحی. میگه ما سواد صحی چی رو میگه؟ سواد صحی به کمترین معلومات یک فرد جامعه درباره موضوعات صحی میگن. صحی میشه که در بخش صحی هم معلومات داشته باشه، این میگه به نام سواد صحی. و سواد صحی ضرورت است برای تمام افراد جامعه که باید افراد جامعه و سواد صحی را داشته باشن. مثلا باید بفهمن میکروب چی است، دواهای مثلا دواها که برشان داده میشه، آنتی بیوتیکا مثلا مثال میگم دواهای آنتی بیوتیک به خاطر چی داده میشه و یا استفاده کدام دواها برشان خاص میباشه، در کدام حالت باید پیش دکتر برن، در کدام حالت باید کدام موضوعات یا چی وقت اینا به مرکز صحی مراجعه بکنن. اینا رو میگن دانش صحی. متاسفانه دانش صحی در کشور ما فوق العاده پایین است. ما تحقیقات را که ما انجام دادیم، حتی امو تحصیل کرده ما و شما دانش صحی بسیار ضعیف دارن، چه برسه به سطح عمومی جامعه ما و شما. در کل پاک نگه داشتن مواد در جواب کامنت دوست ما که فراموش ما نشه که ما از بحث خارج نشه، آب صحی باید مصرف شود، غذای صحی باید مصرف شود و همچنان نکاتی که در قسمت حفظ صحی فردی خود شخص است همیشه خود باید موضوع حفظ صحی شخصیشون درست مراعات بکنن. و دیگه ای که مثلا از تجمعات بسیار زیاد جایی که بسیار مزدحم است، حتی در او خود از این میتونه که از عوامل انتقال باکتریا و میکروبا شود، از این موضوعات خودداری بکنن. خیلی سپاس جناب استاد. امیدوارم که دوست ما به جواب خود رسیده باشه. جناب استاد، کدام عوامل در ایجاد مقاومت باکتریایی دخیل است؟ خب در قسمت فاکتورهای مختلف وجود داره که در مقاومت میکروبی یا مقاومت باکتریایی دخیل هستند. مقاومت باکتریایی رو ما اگر بخوایم به صورت خلاصه دسته‌بندی بکنیم، 4 دسته عوامل نقش داره در قسمت ایجاد مقاومت باکتریایی. 1 عوامل محیطی، 2 عوامل مرتبط با دوا، 3 عوامل مریض است و آگاهی مردم است و 4م هم دکتر و فسیلیتی یا همو بخش‌های صحی. پس 4 کاتگوری شد. اول عوامل محیطی، دوم عواملی که مربوط به دوا میشه، سوم عواملی که مربوط به خود مریضا و مردم میشه، چهارم هم عواملی که مربوط به خود دکترها و فارماسیستا و تیمای سی میشه. من اگر درباره عوامل محیطی اشاره بکنم، اولین عواملی که از خود افزایش نفوس و یا رشد جمعیت قابل ملاحظه در یک بخش میتونه باعث ایجاد مقاومت میکروبی شود. چرا که هر چقدر که تعداد افراد بسیار زیاد میشه، همون اندازه انتقال باکتری، انتقال میکروب ها
بیشتر بشه. این اولین فاکتور محیطی. دوم فاکتوری که وجود داره مسئله ضعیف بودن حفظ و صحه فرد است. افرادی که در جامعه زندگی میکنه و حفظ نبود امکانات خود بهداشتی، مثلا ما شما کمبود امکانات، مثلا ای که خود در محیط ما بخشای توالیت‌های سیره داشته باشیم که متاسفانه در جامعه ما شما مشکل وجود داره، و ای که مسئله آب که وجود داره در اینجا، مسئله کمبود آبی صحی میتونه از عوامل محیطی باشه، و مسئله ای که مثلا ما شما مسئله استفاده بیروی دواها در محیط زراعی که متاسفانه ای هم زیر نظارت نیست. ای از عوامل محیطی است که عوامل مثل ما میگیم افزایش جمعیت، حفظ محیطی کمتر، و همچنان مسئله استفاده دواها در بخش زراعت و استفاده دواهای آنتیبیوتیک در بخش زراعت از عوامل محیطی است که میتونه مربوط نقش داشته باشه در قسمت ایجاد مقاومت میکروبی. دوم گفتیم عوامل مرتبط با دوا میشه. ما اولین نقشی که میتونیم بتیم برای دواها فیک درگ هاست، دواهای جعلی. ما یک اصطلاح استفاده میکنیم در بخش صحی به نام فیک درگ یا دوای جعلی. دوای جعلی دوایی است که عیناً مشابه دوای اصلی است ولی او تاثیر روی مرض نداره. پس وقتی که ما وجود یک فرد باکتری داره و ما نتونیم دوا را برای مریض برسانیم، خود به خود ما مقاومت در بدن او فرد ایجاد میکنیم. متاسفانه ما در افغانستان یک مشکل داریم که خود وزارت صحت عامه مطابق آماری که ما داریم میگه بالای 70% دواهایی که ما شما استفاده میکنیم اینا از راه قانونی داخل کشور نمیشن و ما سر 70% دوای خود هیچ اطمینان سر موثریت دوای خود، سر اصل بودن دوای خود نداریم، سر کیفیت دوای خود نداریم. در 70% بسیار گپ کلان است. پس ما از کجا بفهمیم 70% که او به صورت قانونی وارد نمیشه او دوای جعلی نباشه؟ وقتی که دوا جعلی باشه معلوم داره یک از موضوعاتی که مقاومت میکروبی را ایجاد میکنه مسئله می فیک بودن دواست، یا دواهایی است که موثریتش کمتر است، دوای کیفیت خوب نداره. این دواها رو وقتی که مریض استفاده میکنه به جایی که مثلا ما یک دوز مشخص یا یک مقدار مشخصی از دوا را به خاطر تداوی مرض ضرورت داره، مثلا 500 میلی گرم دوا ضرورت است، در حالی که در او دوای ما شما دوایی که غلط است 200 میلی گرم در او جا داده شده، باقی دوا وجود نداره، کیفیت دوا کمتر است. و از کجا بفهمم اون دوایی که قاچاق است، دوایی که به صورت قانونی داخل کشور نمیآید، اینا همون دواهایی نباشه که مقدارش کم باشه و او هم میتونه که از عوامل ایجاد مقاومت میکروبی باشه. و این از موضوعات است که مربوط به دوا میشه که متاسفانه ما توجه مسئولین در قسمت خواهان هستیم که توجه بسیار جدی داشته باشن، خصوصا در این بخش دواها که دواهای از ورود دوای فیک، از ورود دواها به صورت قاچاق باید جلوگیری شود. این از موارد که مربوط با دوا میشد. و دیگه ذخیره دواها، متاسفانه در جامعه افغانی یک عادت وجود داره که همیشه ما یک الماری از دواها در خانه ها داریم. یک از مشکلات بسیار کلان است، به خاطر از اینکه ما خو بخش سی نیستیم، نمیفهمیم کدام دوا چی زمانی به کدام مقدار استفاده شود. خصوصا دواهای آنتیبیوتیک یک دوایی است که نباید میلی گرم از این باید تغییر پیدا بکنه، به خاطر که از هر فرق میکنه. ممکن به یک فرد ما 500 بدیم، به یکی دیگه 400 میلی گرم بدیم. باید دواها بسیار به اندازه دقیق، به تشخیص دقیق و به دفعات دقیق. ما میگیم به کسایی که دواهای آنتیبیوتیک میگیم هر 8 ساعت بعد استفاده بکن. ما کار به غذایت نداره که چی وقت ما غذا را استفاده میکنیم. بعضی دکترها خط میکشن، تو فارماسیستا 3 خط میکشن، میگه 3 بار استفاده بکن بعد از غذا. ممکن یک نفر غذا را صبح وقت بگیره، یکی غذای خود صبح خود ساعت 9 بگیره، یکی ساعت 10 بگیره و این غلط استفاده میشه برشان. ما میگیم حتی که دواها هر 8 ساعت بعد استفاده شود، در روی ساعت استفاده شود. کار با خوردن و غذا خوردن افراد نداریم ما. و از کجا مطمئن هستیم دوایی که در خانه ذخیره شده این اصول درش مراعات میشه؟ به اون خاطر یک از مشکلاتی که مربوط به دوا ذخیره دواها در خانه هاست که ما متاسفانه در تحقیقی که ما انجام دادیم نزد مسئولین 50% از مسئولین ما میگفته که ما
دواها را ذخیره میکنیم. این دواها را ما به صورت ذخیره‌ای در خانه داریم. و این از فاکتور مربوط به دوا بود. دومین فاکتور بود. فاکتور سوم برای مریض است و خوب است که کل مخاطبین ما این بخش بسیار فوکس بکنن سرشان. یک فاکتورهای مربوط به مریض است. ما میگیم که عدم تعقیب رژیم تداوی توسط مریضان یک از عوامل است. مثلا ما میگیم یک فرد آنتیبیوتیک گرفته، یک دوای آنتیبیوتیک ما برشان میتیم. دوای آنتیبیوتیک ما قبلا هم تعریف کردم. آنتیبیوتیک دواهایی است که به خاطر از بین بردن باکتری یا به اصطلاح ساده عامی ما و شما همون میکروب برای مریضا داده میشه. اینا وقتی که دوا را به مریض داده، دواها برای 3 روز یا 4 روز چیده میشه. مثلا 4 روز باید مکمل یک مریض باید دوا را بگیره، ولی این مریض ما در روز اول که دوا استفاده میکنه احساس میکنه که خوب شده، ولی رژیم برای 4 روز است. ولو که مریض احساس خوب شدن بکنه، تا 4 روزش تکمیل نشده باشه، یه حق نداره دوا را قطع کنه. ولو که مریض احساس کنه ما خوب شده. و ما متاسفانه تقریبا بالای 70% از محصلینی که ما تحقیق کردیم سرشان در پانتون کابل، اونا گفتن که ما وقتی که احساس کنیم که خوب شدیم چیز ضرورت به گرفتن دوا داریم دیگه، دوا را قطع میکنیم. و این یک از مشکلات اساسی است. دوا که برای 4 روز در آنتیبیوتیک عیار میشه و مکمل باید به 4 روز ادامه داده شود. یعنی وقتی ولو که مریض احساس میکنه که ما بهبود پیدا کردیم دیگه دوا را حق نداریم قطع بکنیم. دوم فاکتوری که برای مریض است مسئله اقتصاد مریض است. به خاطر از اینکه اگر مریض اقتصاد کافی نداشته باشد دوای خود نیمه بگیره، این یک از مشکلات است. دوزی که ما پیشتر امی رژیم گفتیم که برای 7 روز چیده شده، ممکن بعضی رژیم ها برای 14 روز است. 14 روز مکمل باید مریض دوا بگیره و اگر اقتصاد مریض خوب نباشه و دوا را نصفه بگیره، باعث میشه که پروسه تداوی مریض مختل شود و این باعث ایجاد مقاومت میکروبی میشه. و دیگه مسئله ای که درباره مریضاست، عدم دانش کمتر در قسمت حفظ فردیشان است که چطور از جلوگیری از انتقال انتانا شود، چطور از ایجاد انتانا یا از پیشرفت انتانا جلوگیری شود، چطور بتونه از انتقال میکروبا جلوگیری بکنه. که این نیاز، هر گپ که اینجا ما میزنیم نیاز به داره که برای هر کدام از برنامه برای مردم عامی ما شما گرفته شود. و موضوع بعدی نالج است، دانش است. اما قسمی که من قبلا بیان کرده بودم، دانش صحیح باید وجود داشته باشد در جامعه. کل جامعه ما شما باید یک موضوعات عمومی صحیح را باید بفهمند. مثلا اینکه دوا از خود دوز داره، دوز همون مقدار است که برای یک رژیم باید ما شما مقدار بگیریم، یا یک رژیم یا یک دوره تداوی وجود داره، یعنی در یک دوره که ما مریضی ما تداوی میشه. یعنی کانسپت های عمومی درباره دانش یا سواد صحیح است. ما متاسفانه سواد صحیح رو به جایش بانه. ما متاسفانه خیلی از مردم داریم که حتی اونا سواد عمومی ندارن، یعنی سواد عمومی خواندن نوشتن ندارن. ما چطور تقاضا داشته باشیم که اونا سواد صحیحشان باید وجود داشته باشه؟ و متاسفانه در جامعه ما شما خیلی کسایی هستن که حتی سواد بالاتر از صنف 6 مکتب ندارن. ما کجا میتونیم برای اونا سواد صحیحشان افزایش بدیم؟ ما چطور میتونیم با اونا مواجهت کنیم، امرای اینمی موضوعات برشان آگاهی بدیم؟ که متاسفانه یک از موضوعات مسئله که مربوط به مریض میشه مقاومت ایجاد میکنه، عدم سواد مریض است. و مسئله دیگه‌ای که برای مریضا مرتبط میشه، ما کم بیشتر درباره مریضا صحبت میکنیم، شاید مخاطبین ما کسایی باشن که اونا علاقمند باشند این بخش، مسئله استفاده خودسرانه دواهاست. ما این موضوع رو به نام سلف مدیکیشن میگیم یا استفاده خودسرانه. استفاده خودسرانه است که مریض به تشخیص خودش بدون از اینکه از دکتر مشوره بگیره برای خودش دوا تجویز میکنه. سلف مدیکیشن یک از مشکلات اساسی در جامعه ما و شماست و اینمی استفاده خودسرانه، به خاطر که مریض خودسرانه دوا را استفاده میکنه. چه قسم است که حتی عادت هایی که بین مردم ما شما وجود داره، حتی مثلا یک نفر میگه ولی من قفسه سینیم درد میکنه، میگه بیا ما یک دوا گرفتیم از یک دکتر، بسیار یک دوای خوب است، برای تو می دوا را بتو. اینمی یک نوعی از استفاده خودسرانه است. چرا که ایره میگه شیرینگ دوا یا شریک سازی دوا. ما حق باید گفته شود به مردم ما شما دوای آنتی بیوتیک حق نداری شریکش کنی، او را حق نداری که از خودت به کسی دیگه دوا بدی، به خاطر که یک نوع استفاده خودسرانه. تو چی میفهمی مرضی که در سیستم تنفسی از اوست مرتبط با مرض سیستم تنفسی خودت یک نوع باشه، او دوای آنتی بیوتیک که برای داده میشه بر تو هم استدباب داشته باشه. بسیار موضوع غلطه که در جامعه است. مثلا یک نفر است از روی پوش دوا میگیره، میگه من پوش دوایی که برای خودت داده بود، مثلا پای درد میکرد، امور به من بده. و این از چالش های است که
ما داریم او استفاده خودسرانه است که ما میگم هر کانسپت یا هر مفهومی که ما صحبت میکنیم شاید ما ساعت‌ها سرش اگر صحبت کنیم بسیار جای داره، به خاطر که اینجا در جامعه ما شما چالش بسیار زیاد است. مردم از روی پوش دوا میگیرن، از روی مثلا از اینکه مرشان مشوره میتن. ما سوالم کردیم از تقریبا 47% از مسئولین میگفتن اگر ما فکر میکنم که دوا به ما خوب تمام شده ما اینو به دوستم پیشنهاد میکنم و این بسیار گپ غلط است و خصوصا در خانواده‌های ما شما مشکل وجود دارد و تصورات بسیار غلط. آخرین بحث فاکتور آگاهی غلط درباره آنتی بیوتیک است. ما سوال کرده بودیم که آیا مسئله مقاومت میفهمید؟ از مقاومت گفتیم شما بگین مقاومت باکتری چی است؟ ما میگفت که وجود ما مقاوم میشه، در حالی که اگر گپ غلط است و مقاومت در باکتری ایجاد میشه به خاطر از اینکه اگر ما غلط دوا استفاده کنیم، سر به خود یا خودسرانه دوا استفاده بکنیم، دوز دوا خود کمتر بگیریم و یا دوز دوا خود زیادتر بگیریم، یک از موضوعات است که میتونه باعث استفاده غلطی دوا شه. و آخرین گپ ما در بخش فاکتورها عوامل خود دکترای ما شما و تحصیل سی ما شما. اول اینکه موضوعی که وجود داره مسئله تداوی که ما شما متاسفانه در افغانستان داریم. بخش دکترای ما شما دانش دکترای ما شما یا آگاهی لازمه یا که مثلا همو اخلاق دور از دکترای خوب ما که ما دکترای خوب هم داریم ولی دور از اخلاق است. واقعا به خاطر از اینکه ما یک موضوع داریم که فقط تداوی سببی شده، یعنی عرضی شده، به صورت عرض تداوی میکنن. چه قسم یک مریض سرفه داره به سرفهش یک دوا میتن، تب داره به تبش دیگه دوا میتن، برای مثلا یک مشکل دیگه یک جای مثلا بخش یک مشکل دیگه ایجاد میشه، در هر بخشش به خاطر که به دردش یک دوا و کل از این باعث میشه که استفاده چندین دوا باعث میشه که برای مریضان مشکل ایجاد شود. یعنی دانش خود دکترای ما شما درباره این موضوعات است. متاسفانه امروز در افغانستان ما چیزی که مردم عامه یک چیزی که رایج شده، همیشه وقتی که مردم پیش دکتر مراجعه میکنن مستقیم دکتر ما بر سفترکسون میده. سفترکسون از جمله دوای آنتی بیوتیک است و این بسیار از جمله دواهای آنتی بیوتیک با تاثیر بسیار گسترده. یعنی ما با امراضی که ما مشکل بسیار زیاد داشته باشیم سفترکسون میتیم برشان، ولی امروزه مریضایی که مریضای ما قسم مقاومت ایجاد شده، ما عملا مقاومت میبینیم در جامعه، قسم مقاومت ایجاد شده که غیر از سفترکسون آنتی بیوتیک دیگه سر زو کار نمیکنه و مریض ما دو بهبود پیدا نمیکنه و این از چالش‌هایی است که خود دکترها به وجود آورده و مستقیم مریضی که آمده به خاطر خوشنامی، به خاطر اینکه بگه من دکتر خوب هستم، مریض قناعت نمیتن، میاین مستقیم میگیرن سفترکسون به مریضا میتن و این ما گلیم است از تمام سیستم سی، از بخش دکترها دور از دکترای خوب ما که واقعا دکترای خوبم داریم ما که اونا به اصولش مراعات میکنن. و یک مسئله سیستم سی هم اینجا مشکل وجود داره، نظارت کافی در قسمت ای که امی پروتکل‌های مختلف در قسمت شفاخانه ها در بخش سی داشته باشیم درباره استفاده آنتی بیوتیک. متاسفانه پروتکل منظم نیست. تمام کشورها پروتکل منظم درباره استفاده آنتی بیوتیک دارن که متاسفانه ما نداریم. مسئله در بخش سی دیگر که موضوع پلی فارماسی است، گفتیم پیشتر استفاده چندین دوا. ما میگیم یک چیز به مردم ما بر شما بگویم که خوب است ما یک موضوع رو بفهمیم. یک از امراض استثناء هستند ولی در کل امراض ما ضرورت نداریم که تعداد دواهای زیاد در یک نسخه داشته باشیم. اگر در یک نسخه از 4 قلم دوا زیاد میشه این ما به نام پلی فارماسی یاد میکنیم. پلی فارماسی چی معنی میده؟ که از 4 قلم دوا در یک نسخه زیاد میشه و او اشتباه نسخه نویس است. یعنی هر کسی که نسخه نوشته میکنه اگر 4 قلم زیاد میشه در نسخه او اشتباه است. ما دکترها و فارماستا میفهمن که وقتی که تعداد دواها زیاد میشه مسئله نظارت بر تاثیرات دوا بسیار سخت است و اینکه مریض ما با امروز مشکل نداشته باشه بسیار سخت میشه برای ما کنترل کردنش. به خاطر میگه که 4 قلم دوا زیاد نشه. متاسفانه در افغانستان میبینین دکتری که دوا زیاد میتن مردم همون دکتر خوش داره. این بسیار کار غلط است به خاطر از اینکه این یک از مشکلات است و ما باید این موضوع نمیفهم که سیستم باید چی تو تنظیم شود. سیستم سی باید کلش در کل یک سیستم سی منظم در قسمت استفاده
این دواها باید یک پروتکل مشخص باید در کل شفاخانه باشه که اگر مریض ما شما دوای آنتی بیوتیک میتیم با روی کدام اصول، روی کدام پرنسیپ باید برای دوا داده شود، نسخه باید چطور باشه، کل از این موارد است و که باید حتما برای دکترای ما شما کورس‌ها و ورکشاپ‌های مختلف درباره از که اهمیت از این موضوع رو باید به دکترای ما بگوییم، به خاطر از اینکه ما افغانستان هستیم و در افغانستان مشکلات میکروبی وجود داره و کشورهای جهان اول اونا با اولویتشان امراض انتانی نیستن، به خاطر که اونا کمتر امراض انتانی دارن، اونا بیشتر فوکسشان امروز سر امراض سرطانی، امراض آلزایمر، امراضهای مختلف دیگی است که کشورهای جهان اول با اونا در سر دچار هستند. با حال وطن ما شما که امراض انتانی فوق العاده زیاد داره، این ناشی از امو فرهنگ و امو دانش صحی و دانشی که مردم، سواد عمومی که مردم داره با این مرضا سر دچار هستند. ما باید احتیاط بیشتر بکنیم تا دواهایی که وجود داره حداقل در مقابل دواها دیگه مقاومت ما ایجاد نکنیم، چرا کمپانی‌های جهان امروز دواهای نو نمیسازن درباره آنتی بیوتیکا، به خاطر که آنتی بیوتیکا از سال که ساخته شده از سالهای 1960 تا بیاین تا سال 2024 که ما شما قرار داریم، روز به روز ساخت آنتی بیوتیک کم شده، دیگه کسی آنتی بیوتیک نمیسازه. این چالنجی است که ما خوب است که به دکترای ما شما این موضوع ورکشاپ برشان گرفته شد و اهمیت موضوع واقعا برشان گفته شد که و همچون خود سیستم سی با چیده شود، حق نداره کسی بدون نسخه دوای آنتی بیوتیک بگیره از دواخانه. حال دواخانه متاسفانه هر نوع آنتی بیوتیک بگی بر شما در دسترس شما قرار میده و این باید موضوع قسم نباشه، به خاطر که بدون اجازه دکتر، بدون نسخه دکتر حق نداره از این دواخانه آنتی بیوتیک توزیع بکنه و مشکل چالشی وجود داره، باید در سیستم سی کنترل شود. خب این در کل 4 بخش بود، فکر کنم یکم طولانی هم شد. یک عوامل مربوط به محیط شد که متاسفانه ما در محیط مشکل داشتیم. دوم عواملی که مربوط به دوا میشد، ما در سیستم دوارسانی و در بخش دواهای مشکلات داشتیم. در مردم عامه ما شما و مریضای ما شما یک عادت ها بود و آخرین موضوع مسئله خود دکترها و خود فارماسیستا و سیستم صحی کلا مشکلاتی که وجود داشت که اینا میتونست باعث ایجاد مقاومت شود و ما بازم در آخر ما معذرت میخوام از دکترای خوب ما که دواها رو درست تجویز میکنن و البته دیگه دکترها میکمه در قسمت اینمی اصولی که وجود داره یک تصمیم کلی باید گرفته شود که چطور ما میتونیم بهبود ببخشیم استفاده آنتی بیوتیکا را در داخل کشور. بله جناب استاد، همینطور که گفتین زیادتری مریض ها که هستن دواهای زیاد استفاده کنند فکر میکنن زودتر خوب میشن، در حالی که زیادتر ضرر میرسانه به بدنشان. به خاطر از اینکه کنترل اما قسم که دوا تاثیر سر بدن ما و شما میمونه و دواها تاثیر سر بدن ما و شما داره، دواها بین خودم تاثیر داره. بعضی دواها ممکن تاثیر یک دوای را خنثی کنه، بعضی یک دواها تاثیر یک دیگه خود قوت میبخشن و این باعث میشه اگر روز کنترل شده نباشه یک چالش بسیار کلان ایجاد میکنه، ممکن عوارض یک دیگه خود بسیار زیاد بکنه. اگر ما و شما به صورت تنهایی استفاده کنیم کدام مشکل ایجاد نشه، ولی اگر این به صورت چند دوا یک جای استفاده شود کنترل و منیج بسیار سخت است و متاسفانه یک مشکلی وجود داره. ما در بخش دکترها و میبخشن دیگه است، ما چون با مسلک ما هستم باید خود اول خود ما بگوییم، بعد از او سر دیگرها صحبت بکنیم، سر مردم ما شما. دکترای وجود داره که متاسفانه وقت کافی برای مریض نمیمانند، تاریخچه از مریض نمیگیرن که مریض با کدام دوا حساسیت داره، کدام دوا را استفاده کرده، قبلا کدام دواها را استفاده کرده. به اساس همو تاریخچهش ما میتونیم یک دوای خوب به مریض خود انتخاب کنیم. ولی متاسفانه اگر این قدر زیاد سوال کنه مریضای ما شما میگه که این دکتر چیزا نمیفهمه، یک سوال میکنه از ما، ولی باز دکتری رو خوش داره که یک استاتوسکوپ کمان در قفسه سینه مریض برش فقط نسخه رو نوشته کنه بگه و رخصت هستی خودت میتونه بری و این چالش است. باید فرهنگ مردم ما شما بالا بره، به مردم ما شما گفته شود دکتر خوب است که بر شما وقت میمانه، ارزش قائل است به تداوی شما و ارزش قائل است به این که بر نظارت اینمی پروسه تداوی که آغاز میکنه مسئولیتش قبول کرده. به خاطر مو باز معلومات بسیار زیاد ضرورت است که او شما او را همراهشان شریک بسازید و دکتر ما و شما دکترای خوبم داریم که اونا وقت کافی برای مریضای خود میمانن و این موضوعات پرسان میکنن ازشان و دیگه مریضا باز
آردرای به دکترها میتن که مثلا دکتر میگه به ما فقط زرقی بده، بیچکاری بده که من خوب شم زود برم، در حالی که باید دکتر ما وقت کنه برشان بگه که دواهای تابلت ما بهتر است برای خودت، به خاطر که اگر من زرقی امروز بتم ممکنه این مشکل بر ایجاد شود، تداوی من بلند میره قیمتش، هزینه تداوی من بلند رفته و اینکه فردا کدام مشکل دیگه هم برای خودت ایجاد نشود. این چالش‌های بسیار زیاد است که متاسفانه ما در فرهنگ خود هم در بخش‌های مختلف داره، هم بخش سیم و مشکلات وجود داره و هم بخش مردم ما اطلاع بله رسانی دقیقا همینطور است جناب استاد. تشکر از شما. در بخش کامنت چند سوال داریم، من اونا رو به پرسش میگیرم، به خوانش میگیرم برای شما. یکی از مخاطبین ما گفتن اول تشکری کردن از ارائه معلومات مفید شما، بعداً پرسیدن آیا ورزش مثلا فوتبال و فوتسال در افزایش معافیت بدن در مقابل اینترنت چی نقش دارد؟ ببینید در قسمت ورزش فوتبال و فوتسال در کل ورزش خوب است، به خاطر که ما و شما میگیم که ورزش میتونه مقاومت وجود بلند ببره. چرا که نی؟ به خاطر از اینکه تحقیقات مختلف وجود داره. ما اگر بخوایم، ما چند نمونهش میگم، ما میگن اگر این میتونه هم از روی سیستم سیم و شما تاثیر داشته باشه، هم روی مغز، روی تمام مسائل اینا تاثیر داشته باشه. میگه اگر فعالیت فیزیکی که ما شما انجام میدیم فعالیت فیزیکی به اندازه‌ای باشه که ضربان قلب ما شما افزایش پیدا بکنه، طوری که برای ما مشکل ایجاد نکنه. می ضربان قلب اندازه‌ای که افزایش پیدا بکنه که برای خود ما مشکل ایجاد نشوه و ما بتونیم در جریان ورزشی که انجام میدیم، مثلا ما صحبت هم کرده بتونیم، اینی ورزش ها کلش میتونه باعث افزایش کارایی تمام سیستم عصبی ما شما شد. سیستم عصبی شامل یادگیری، بحث حافظه، بحث تقویت سیستم معافیتی، تمام موارد میتونه تقویت ببخشه و طبعا ما به تمام جوانای خود ایره پیشنهاد میکنیم که اینا ورزش بکنن، علاقه‌مندی داشته باشن و ورزش خودش نه تنها در قسمت مسئله سیستم معافیت بدن، بر کل امون نظم زندگی انسان تاثیرگذار است. بله تشکر استاد. امیدوارم که دوست ما به جواب خود رسیده باشه. یک سوال دیگه از خانم میرزایی داریم. آیا سرماخوردگی زیاد از کمبودی ویتامین ها هست؟ دلیل سرماخوردگی پی در پی در یک شخص چیست؟ خب درباره سرماخوردگی یا اینا عوامل مختلف دخیل است. میشه یکی از موضوعات میکروبا باشه، باکتری ها باشه، میشه باکتری ها باشه، میشه ویروس ها باشه. ما در بحث سرماخوردگی دو بحث داریم، یکی بحث مسئله موضوع باکتری ها را داریم، یکی بحث ویروس ها را داریم که اونا میتونن باعث ایجاد اینمی سرماخوردگی شوند. و یکی اعراض مربوط به سرماخوردگی است. بعضی کسا پای در پای مثلا ما اونا دچار سرماخوردگی میشن. مسئله حساسیت ها هم وجود داره، حساسیت های فصلی است. بعضی کسا در مثلا خزان است که دچار یعنی اعراض علائم سرماخوردگی میشن، ممکن مربوط حساسیت های فصلی شود و اونا باید مراجعه بکنن به بخش متخصص مربوطه، همینا برن ببینن حساسیت ها را که کدام موضوع امروی کدام مواد حساسیت نداشته باشن. و به خاطر اینکه اگر یک فرد دیده میشه متواتر در یک فصل یا ماه خاصی از سال دچار یک حالت میشه، احتمال زیاد اونا حساسیت فصلی دیشان وجود داره. به خاطر از او حتما باید مراجعه بکنن به بخش دکتر متخصصشان که در بخش حساسیت ها اینا تست بکنن که کدام مواد امروشان حساسیت داره. و یک موضوع سرماخوردگی طبعا در زمستان زیاد میشه، به خاطر از اینکه ما رطوبت هوا بالا میره. ما در فصل زمستان معمولا رطوبت هوای ما بالای 40% است و این زمینه انتشار ویروس ها را و باکتری ها را زیاد می سازه. به خاطر طبعا این طبیعی است که در زمستان ما سرماخوردگی بیشتر داشته باشیم و دیگه ای که خود حرارت وجود ما شما میتونه پایین بیایه و این خود از این میتونه در نقش داشته باشه در رشد ویروس ها در بدن ما شما. اکثر سرماخوردگی هایی که ما شما میبینیم در طول فصل زمستان سرماخوردگی ویروسی است،
که نیاز به مصرف آنتیبیوتیک نداره و متاسفانه ما خیلی از مریضای ما آنتیبیوتیک استفاده میکنن. چرا ما به این مریضا چی توصیه میکنیم که آنتیبیوتیک استفاده نکنن، برن خود گرم نگاه کنن، مایات بسیار گرم بگیرن. ضرورت به آنتیبیوتیک نیست، تمام انتاناتی که عاملش ویروس باشه. چرا ما برای ویروس دوا نداریم، برای سرماخوردگی ویروسی ما دوایی را برش تجویز نمیکنیم. چیزی که بگیم مریض بگیم برای خود گرم نگاه کنن، مایات گرم استفاده بکنن و یکی این موضوعات میتونه باشه. و دیگه مسئله ویتامین، کمبود ویتامین تو دخالت به این موضوع نمیکنه. در کل میتونیم ضعف سیستم معافیتی یک فرد میتونه دخیل شود. میشه باز مریضا، کسایی که اگر میخواین ویتامین هم بگیرن، مکملای هم بگیرن، اونا اول باید چک کنن. من توصیه دوایی نمیکنم بر کسی که حتما باید دوای مکمل ویتامین ها بگیرد، برای چک بکنه در صورتی که کمبود ویتامین وجود داشته باشه ویتامین استفاده کنه. ولی پیشنهاد ما می است که از غذاهایی که استفاده میکنن، غذاهای مثلا اونا ویتامینای مختلف دارن که اونا تقویت کننده سیستم معافیت است، خصوصا در فصل سرما بسیار کارساز است. همین میوه‌هایی که در فصل سرما میآیند، این یک حکمتی است که در خود خداوند در نظام طبیعت گنجانیده. مثلا اینکه ما در فصل زمستان مثلا مالته است و نارنج است و کینو است و لیمو است و اینا در فصل زمستان زیاد میشه. تمام از اینا ویتامینای سی را در خود دارن و این ویتامین سی از جمله ویتامینای قوی تقویت کننده سیستم معافیت است. این سیستم دفاعی بدن ما و شما را تقویت میکنن. خوب است که از میوه‌جات اینا استفاده بکنن، خودشان گرم نگاه کنن و اگر این متواتر دوامدار این موضوع پیش میاد یک فصل خاص، حتما برن بخش حساسیت ها یک دفعه حساسیتشان چک بکنن. ممکن امرای یک مواد خاصی در طول فصل خاص اینا حساسیت داشته باشن. بله، تشکر جناب استاد. سوالات کوتاه جواب بدیم تا وقت برسه برای همه سوالات، چون در بخش کامنت بسیار سوال هست. به پرسش بعدی میریم. نقش سیستم صحی در استفاده درست آنتیبیوتیک چیست جناب استاد؟ خب همین قسم که بیشتر گفتیم سیستم سی بسیار مهم است که ما سیستم سی یعنی ما نقش اساسی را داره. مثلا ما یک از 4 فاکتور اساسی یکش سیستم سی گفتیم. سیستم سی نقش داره در بخش استفاده در بخش ایجاد مقاومت باکتری. سیستم سی مثلا ما میگیم پروتکل‌های خاص باید سیستم سی وجود داشته باشه. چی زمان برای فرد آنتیبیوتیک ضرورت است و کدام آنتیبیوتیک برای فرد داده شود. این موضوع مهم است که دکترای ما را برشان یک لیست داده میشه که اینی دواها برای اینی امراض داده میشه. حق ندارین دواهایی را که شما مثلا یک مریض با یک دوای آموکسیسیلین خوب میشه شما بگیرین به روز فرکسون بتین. اینی تو یک موضوع روی یک پروتکل است. به خاطر پروتکل‌های خاص در سیستم سی وجود داشته باشه. این میتونه نسخه نویسی یا امو تجویز دواهای آنتیبیوتیک خوب بسازه که خودش میتونه از مقاومت‌های بعدی جلوگیری بکنه. دوم مسئله سیستم سی باید قید شود در دواخانه‌های ما و شما. مثلا این که هیچ آنتیبیوتیک بدون نسخه تجویز نشود، خود به خود از استفاده خود سرانه، شریک سازی دواها، دوا گرفتن با نسخه بدون با پوش، این چیزا جلوگیری میشه. به اون خاطر بسیار مهم است. یعنی از جمله پارامترهای اساسی استفاده ایجاد جلوگیری از مقاومت میکروبی مسئله نظارت کنترل جدی در سیستم صحی، هم سر دکترها و هم سر فارماسیستا که دکترهایشان روی یک برنامه باید نسخه را تجویز بکنن آنتیبیوتیکشان روی یک پروتکل و فارماسیستای ما بدون نسخه دوای آنتیبیوتیک تجویز نکنن، توزیع نکنن به کسی و این یک سیستم نظارت باید وجود داشته باشه. در کشورهای همسایه ما و شما هم یک سیستم وجود داره. در کشورهای اروپایی رو خب اونا قبلا میگه داشتن، یعنی یک آنتیبیوتیک وقتی که یک دواخانه میته او رجیستر میشه، ثبت میشه به یک نسخه، اونمون نسخه را به دیگه دواخانه ببری برتون آنتیبیوتیک نمیته، میگه دیروز مثلا همین نسخه اجرا شده، حق نداری آنتیبیوتیک اضافه استفاده کنی. و خود از هم جلوگیری از مقاومت میکروبی است. بسیار بحث مهم است که امیدوار هستم که مسئولین ما و شما در قسمت اقدامات جدی بکنن. بله جناب استاد، یک پرسش دیگه هم داشتیم در قسمت کامنت. بانوجویان کامنت گذاشتن: سلام، وقتتان بخیر، بسیار موضوع مهم و عالی. آیا اکسیژن ها واکسین ها می توانند جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در پیشگیری از برخی بیماری ما شوند؟ خب ببینید ما در کل در قسمت به جای آنتی بیوتیک ما و شما تو
در بعضی امراضا ما واکسین داره. مثلا ما بعضی از انتانات، بعضی از باکتری ها را واکسینش برای ساخته شده و ما میتونیم واکسین ها را داشته باشیم، واکسینش استفاده بکنیم تا مثلا ما از ایجاد از او جلوگیری شه. مثلا ما واکسین های مثل تیتانوس هست که برای مریض داده میشه، عامل از این باکتریایی هست. ما واکسین های تیتانوس برای خانم‌ها میتیم قبل از قبل، به خاطر اینکه اینمی انتان بعداً برای فرد ایجاد نشه. یا واکسین های دیگه که ما برای زوم میتیم، ولی بعضی ویروس ها مثلا بعضی واکسین ها ویروسی هستن، مثل واکسین سرخکان و واکسین های دیگه که وجود داره، اینا نقش دارن. ولی ای که ما بخوایم جاگزین برای آنتی بیوتیک بگوییم میتونه موضوع شده نمیتونه، به خاطر که در کل انتانات یا کل باکتری ها به میلیون ها سوش است، یعنی میلیون ها نوع باکتری وجود داره. ما برای از اونها واکسین نداریم عملا که بگیم ما کل باکتری ها را ما میتونیم واکسین بکنیم. این یک موضوع وجود نداره و به خاطر اینکه ما بتونیم کاهش مقاومت باکتری را داشته باشیم، بهترین گزینه مصرف درست آنتی بیوتیک است که هم باید دکتر صحیح تجویز بکنه، فارماسیست صحیح توضیح بکنه، مریض هم درست استفادهش بکنه. بله جناب استاد، ما پرسش‌ها رو همون قسم خوانده میرم، شما خیلی کوتاه جواب بدین چون وقت برنامه خیلی کم است، 10 دقیقه مونده. بانو پریسا گفتن چطور دواهای با کیفیت رو شناسایی کنیم؟ چطور و در قسمت مریضای ما شما واقعا متاسفانه امکان پذیر نیست که مریضا بفهمه دوای با کیفیت کدام است و حتی خود فارماسیست هم این موضوع رو نمیتونه درک بکنه. دواهای هدف ما که بیشتر صحبت کنم، شاید برای اینا سوال خلق شده باشه خیلی دوای جعلی رو ما چطور میتونیم بشناسیم. شاید حتی ما میگیم خود فارماسیستی که در دواخانه است او هم حتی همین موضوع رو متوجه نشوه که همین دوای جعلیش است. درست به او خاطر ایره میتونن خود کنترل نظارت مستقیم دولت است که هیچ دوایی را به صورت قانونی غیر قانونی نمانه داخل کشور شود و تا که اونا پروسه کنترل کیفیت در ریاست کنترل کیفیت سپری کرده باشه، که حتما ما دواهایی که دواخانه باید توزیع میکنه ایره باید نکته جدی یادشان باشه که دواهایی که میخواین در دواخانه توزیع کنن باید اجازه چک کنن که آیا همین جوازش در خود ریاست کنترل دوا و غذای افغانستان وجود داره یا نداره. اونا میتونن دوا را از اونجا توزیع بکنن، ولی مریضای ما شما تو تحقیق کردن نمیتونن دوای اصلی و دوای بدل. حتی گفتم خود فارماسیست‌ها در دواخانه نمیتونن این کارو بکنن و باید ریاست کنترل و دوای افغانستان ایره خودشان نظارت جدی داشته باشن سر این موضوع. بله، بانو دانش گفتن آیا ویتامین C به شکل دارو مصرف شود مناسب است یا خیر؟ خب ویتامین C به شکل دوا اگر مصرف شود، ما براتون بگم ویتامین ها دو رقم هستند، ویتامین های منحل در آب و منحل در شحم. این ویتامین C از جمله ویتامین های منحل در آب است، مصرفش کدام مشکل نداره، یعنی تو نمیتونه مثلا بگوییم که ذخیره شود در بدن ما. اونایی که منحل در شحم هستن در بدن ذخیره میشن، ویتامین A، ویتامین B، ویتامین D، این ویتامین هست که در بدن ما شما ذخیره میشه، استفاده زیادش برای ما مشکل ایجاد میکنه. ویتامین C و قسمی نیست. ویتامین C زود از بدن چی میشن؟ اینا از بدن اطراح میشن یا از بدن خارج میشن و در بدن ذخیره نمیشه و مریض مشکل ایجاد نمیکنه. ولی بازم من توصیه نمیکنم برای کسی که ویتامین C رو بدون تجویز دکتر و بدون ازی که علائم کمبود ویتامین C رو داشته باشه. مثلا علائم کمبود ویتامین C یکی از علائمش است که مثلا خون شدن بیره هاست، بیره ها خون میشه ما و این خون شدن بیره ها یک از علائم اولیه نشان دهنده است که یک فرد دچار کمبود ویتامین C است. باید ویتامین C رو گرفته شود، ولی به صورت دوام مشکل ایجاد نمیکنه، ولی خوب است که زیر نظر فارماسیست یا دکتر باشه. بله جناب استاد، دقیقاً. بانو شکیلا گفتن آیا آنتی بیوتیک ها در امراضی که سبب ویروس است مفید است؟ اگر نه چرا؟ اگر نه پس چرا دکترها در سرماخوردگی های ویروسی نیز آنتی بیوتیک تطبیق می کنند؟ در قسمت بیشتر میگم موضوع رو من در سوال دیگه هم گفتم، در دو تا بحث هست، یک باکتری است یک ویروس است. ما آنتی بیوتیک ها دواهایی است که فقط به باکتری جواب میده، یعنی باکتری را از بین میبره، اصلا سر ویروس ها تاثیر نداره. استثناء یک تا دواهاست که اون در حد یک تحقیق است که موثریت از او واضح نیست، به او خاطر به هیچ وجه ما نمیتونیم برای امراض ویروسی از آنتی بیوتیک استفاده بکنیم. این کار غلط است.
دکتر صاحبایی که این کارم میکنن نمیفهمم موضوع که اونا باید تشخیصشان چه قسم است و یا دیده شده یا نه، و اونا نظر به تشخیص خودشان شاید آنتی بیوتیک داده باشن. ولی اگر ما برای ویروس هایی که سرماخوردگی کاملش ویروسی است ما آنتی بیوتیک بتیم یک کار غلط است. با خاطر و یکی از مشکلاتی که وجود دارد در افغانستان بحث مسئله وقت چالش‌ها داره، بس ممکن بس ای باشه که خود دکتر دواخانه را از خودش باشه. این موضوعات وجود داره که ما در قانون وجود داره که نباید، قانونیش همی است، نباید کسی که نسخه را نوشته میکنه دواخانه بر نام خود او شخص باشه، به خاطر که تو چالش‌ها به وجود میاد دیگه. این موضوع ضرورت نیست، نه آنتی بیوتیک ما سر ویروس کار نمیکنه، سر ویروس موثر واقع نمیشه. به خاطر یک موضوع مشکلی است که در افغانستان وجود داره. بله جناب استاد. بانو فروتان گفتن سوالم این است که میگویند واکسین ها میکروب کشنده شده یا ضعیف شده است که به بدن تزریق می شود، پس چطور می تواند مفید باشد؟ خب در بحث واکسین ها من میتونم خلاصه بر شما بگم. واکسین ها اما قسم که شما این معلومات یافتین یک شکل میکروب کشته شده و یا ضعیف شده از میکروب، یا میتونه از باکتری ها باشه یا میتونه از ویروس ها باشه، چه قسمت که اینا قدرت ایجاد مرض ندارن. مثلا چی؟ یک قسمتی از باکتری رو میگیرن به صورت، مثلا یک قسمت، یک بخش از باکتری رو میگیرن، او را به بدن ضرب میکنن، اونمو بخش قدرت تولید مرض نداره، مثلا نمیتونه بر ما مرض ایجاد کنه خودش، ولی سیستم معافیت ما و شما، سیستم معافیت داریم یا سیستم دفاعی بدن ما و شما، اونمو باکتری را میشناسه. من بعد از او اگر همو یک باکتری که همانند از او باشه یا اندازه کم مشخصات از امور داشته باشه، فوراً در مقابلش عکس العمل نشان میده، اونا را بل میکنه، اونا را از بین میبره و نمیمانه که اونا تکثیر کنن. و یک چیزی که بگم، خود واکسین این کار نمیکنه که بدن ما و شما را مثلا بخواد مثلا اونجا مفید واقع شود، بلکه سیستم معافیت تقویت میکنه. من یک مثال ساده میزنم. سیستم امین واکسینا مانندی است که یک عکس است، فقط خود باکتری نیست، عکس از باکتری گرفته شده به سیستم دفاعی بدن ما شما داده میشه که من بعد از اگر امی باکتری در داخل خون آمد یا در داخل بدن آمد، شما فورا این را دستگیر بکنید. به خاطر این یک معلومات است، باکتری یا قسمت از ویروس بسیار ضعیف میکنن که دیگه خودش تولید مرض نتونه، ولی من حیث یک عکس کار به سیستم دفاعی، سیستم دفاعی دیگه بعد از بشناسه ایره. در مجرد که دفعه بعدی باکتری داخل میشه، پیش از اینکه خود تقسیم کنه، پیش از اینکه خود زیاد بکنن برای ما مشکل ایجاد کنن، وقت دستگیر میشن توسط سیستم دفاعی، کل از اونها را دستگیر میکنه، اونها را از بین میبره. مثال ساده که ما میتونیم در بخش واکسینا برای مردم بگیم. بله جناب استاد. بانو مهیاد جان گفتن استاد محترم تاثیر نکردن دوا در بدن به اثر چیست؟ چند قسم موضوع است. مثلا یک مسئله ای که دوا تاثیر نمیکنه، یک از موضوعات اصلیش مسئله مقاومت میکروبی یا مقاومت باکتریایی است. به خاطر که دوا درست استفاده نشده، دوا بی‌رویه استفاده شده، دوا غلط استفاده شده، مقاومت خود باکتری سنجیدن نشده، دوا برش داده شده و دوا دیگه تاثیر نمیکنه. پس یک از موضوعات ممکن ایجاد مقاومت میکروبی باشه که ما بحث امروز ما و شما بود که باکتری دیگه در مقابل آنتی بیوتیک از خود جواب نمیده، یعنی دیگه و آنتی بیوتیک سابقی را از بین میبرد، فعلا را از بین برده نمیتونه. این میگه مقاومت، که ما مجبور میشیم باز آنتی بیوتیک یا دوای خود چنج بکنیم یا دوای خود تبدیل بکنیم یک دوای نو بتیم. و این یک موضوع و یک موضوع در دواهای غیر آنتی بیوتیک است، مثلا که دوا تاثیر نمیکنه، مثلا دواهای مثلا خواب آورها را بگویم، خواب آور، دوایی که برای خواب ایجاد میشه، بعضی کسا میگن می دوا رو که اول استفاده میکردم بسیار خوب سر ما تاثیر میکردن، ولی حالا فعلا تاثیر نمیکنه، خوابم ایجاد نمیشه یا خوابم تنظیم نمیشه برای دوا. اون مسئله تحمل است. در صورتی که ما دواها را به صورت خودسرانه استفاده بکنیم و با دکتر خود مشوره نکنیم، بعضی دواها تحمل ایجاد میشه، یعنی بدن ما مثل سابق در مقابل از دوا پاسخ نمیده، از خود یک مقاومت از خود بدن ایجاد میکنه، او رو به نام تحمل‌های دوایی میگه. پس عدم تاثیر نکردن دوا یا تحمل دوایی است در سایر امراض، و یا که در مرض انتانی که عاملش باکتری یا امراض دیگه‌ای که هستن، مقاومت میکروبی میتونه موضوع اصلی عدم تاثیر دواها باشه، که باکتری مقاوم شده باشه. بازی را معاینه های کلینیکی وجود داره که ایرا روان میکنن به لابراتوار که واقعا چک بکنن که آیا مقاومت در این باکتری وجود داره یا
نداره که بعد از چک معلوم میشه که کدام آنتی بیوتیک واقعا برای آدم تاثیر میکنه که ما آنتی بیوتیک برای فرد بدیم. یک پرسش دیگه جناب استاد، بانو کیهان گفتن آیا استفاده از آنتی بیوتیک باعث به وجود آمدن آنسه های جامد در عفونت ماستیت می شود؟ گفته رفاه ماستیت وایس. گفته خب آیا استفاده آنتی بیوتیک باعث با وجود آمدن آبسه های جامد در عفونات ماستایتس و یا تجمع شیر در تجمع شیر در ثدیه ها میشه یا نه؟ ببینید در قسمت مسئله عفونت هایی که اونا میتونه ما می آبسی ها میتونه آنتی بیوتیک ها نمیتونه باعث آبسی باشه، ولی یک موضوع وجود داره، اگر باکتری های مقاوم وجود داشته باشه میتونه او باعث چی شود؟ باعث اینمی باعث ایجاد آبسی ها شود و آبسی ها جواب نده به آنتی بیوتیک های ما. یک از موضوعات مسئله خود مقاومتش است. خود آنتی بیوتیک ایتو موضوع را باعث ایجاد آبسی شدن نمیتونه. مگم یک موضوع دیگه وجود داره، مسئله من چون سوال من دقیق خودم نگرفتم، مسئله یک موضوع وجود داره، مسئله عکس العملات. مثلا عکس العملای دواهی ما میگیم اگر یک دوا را که یک فرد استفاده میکنه یک عوارض ناخواسته دوائی پیش یک فرد ظاهر میشه، مثلا ممکن پیش یک تا افراد به شکل رشهای جلدی، خالهای جلدی یا به شکل ما میگیم پیت میگیم، یک تا از عوامل ممکن رخ بده به بعضی از دواها است. یک موضوع وجود داره که عوارض ناخواسته داره بعضی دواها که او را با دواها متفاوت است. در کل ما نمیتونیم بگیم که آنتی بیوتیکا باعث یک اعراض میشه. ممکن پیش یک فرد ایجاد شود، ممکن پیش یک فرد ایجاد نشه. با مو خاطر است که ما میگیم استفاده آنتی بیوتیک که برای یک فرد است برای فرد دیگه مناسب نیست. باید او رو دکترش ببینه، باید از او تاریخچه بگیره، سوال کنه ازشان، چرا که یک آنتی بیوتیک برای یک فرد موثر است، برای یک فرد دیگه ممکن یک اعراض بسیار خطرناک بده، حساسیت کنه یک فرد دیگه امراض در بدنش رشح به وجود بیاد، سیستم تنفسیش بلاک شود. این مشکلات که ممکن پیش یک فرد به وجود بیاد ناشی از حساسیت هایی که در مقابل یک دوا می داشته باشه. ولی در کل آنتی بیوتیک ها نمیتونه باعث ایجاد آبسی ها شود. بله، تشکر جناب استاد. یک جنبندی خیلی کوتاه بگویید در گفتمان امشب کدام موضوع ها بحث کردیم و در اخیر یک پیشنهاد یا صحبتی داشته باشین برای محصلینتان و همچنین بیننده های ما. خب بحث امروز ما ای بود که آگاهی دهی بکنیم در قسمت استفاده مقاومت میکروبی که حداقل ما ببینیم مقاومت میکروبی امروز چقدر پیشرفت کرده. مقاومت میکروبی رو ما یک موضوع رو تعریف کرده بودیم که ما در مایکروارگانیسم‌ها را میشناسیم. مایکروارگانیسم‌ها یک تا موجوداتی است که به چشم دیده نمیشه، اونا را به نام میکروب ها ما یاد میکنیم که او شامل باکتری میشه، ویروس میشه، پارازیت میشه، انواع اقسام هست که اونا رو ما میبینیم و اینا مایکروارگانیسم هاست و ما به خاطر از بین بردن از یا دوا استفاده میکنیم. دواهای خصوصا به خاطر از بین بردن باکتری دوای آنتی بیوتیک برشان میدیم. آنتی بیوتیک ها میتونه باکتری ها را از بین ببره، ولی در صورتی که یک آنتی بیوتیک نتونه یک باکتری را از بین ببره، یعنی قبلا میتونه از بین ببره ولی فعلا نمیتونه از بین ببره، این به نام مقاومت یاد میکنه. یعنی دوایی که قبلا موثر بود فعلا موثر واقع نمیشه، او دوا را میگن دو قسمت مقاومت ایجاد شده. و یک از موضوعات بسیار مهم بود ما صحبت کردیم و عوامل دخیل گپ زدیم که 4 عامل عمده دخالت داشته قسمت مقاومت میکروبی. هدف ما از این گفتمانی بود که هم سیستم سیما آگاه باشن که چقدر مشکلات وجود داره و هم مردم ما باید بفهمند که کدام موضوعات ضرورت است در قسمت استفاده آنتی بیوتیک و مقاومت میکروبی اینا آگاهی داشته باشن. ما 4 فاکتور گفتیم. فاکتور اول فاکتور محیطی بود، مسئله اینی که مردم ما شما جامعه ما شما سیستم سی که در جامعه وجود داره، یعنی مسائل بهداشتی که وجود داره، مسائل محیطی، پاکی محیطی، دسترسی آب سالم، کل از این موارد فاکتورهای محیطی میشد. خود افزایش بسیار زیاد از نفوذ در یک بخش از جامعه کل از این میتونه باعث ایجاد مقاومت باکتری شود. دوم فاکتور به مریض گپ زدیم. آگاهی مردم بسیار ضرورت است که مردم باید آگاهی داشته باشند درباره باکتری یا درباره آنتی بیوتیک. باید بفهمند که بعضی دواها آنتی بیوتیک هستند و اینا استفادهش خودسرانه خوب نیست
تجویزش خاص است، در حالتهای خاص استفاده میشه. ما سر به خود یا خودسرانه ما شما استفاده کردن نمیتونیم. دانش درباره ای بالا بره و شریک ساختن دواها، استفاده خودسرانه دواها یک دانش بسیار یا دانش صحی ضروری است که در قسمت مریضا ما و شما در این قسمت داشته باشند. سوم فاکتوری که بود مربوط به خود دواها بود که باید سیستم سی کشور باید زیر نظر داشته باشند. خود دواهای جعلی یا فیک درگ ها میتونه باعث ایجاد مقاومت شود که حتما باید توجهشان داشته باشند. از ورود دواهای غیر قانونی در داخل کشور جلوگیری صورت بگیره یا دواهایی که کیفیتش کم است. و آخرین بحث دکترها و بخش صحی و سیستم سی بود که یک پروتکل خاص دولت باید بسازد درباره سیستم سی که هم در بخش تجویز دواها و هم در بخش توزیع دواها که توسط فارماستا میشه که اینا نظارت جدی در این موضوع وجود داشته باشه. و یک چیزی که پیشنهاد آخر ما برای مردم خود میکنم این که مردم عزیز است که باید ما درست است که مسلک ما شما بعضی کسا شاید تپ نباشه، شاید بخشای سیره نخوانند، ولی خوب است که یک گفتم ما به نام هلت لیترسی میگیم یا سواد صحی. برای تمام مردم ضرورت است که سواد صحی داشته باشند. یعنی مینیمم گپا یا حداقلی گپایی که در قسمت سی اس باید متوجهشان باشه. مثلا درباره دواهایشان مثلا بگیم که خودت دچار امراض انتانی شدی، باید بفهمم که امراض انتانی چیه. برای ما بگه که التهاب در بدن ایجاد شده، باید ما بفهمم التهاب چی است. التهاب حالتی است که مثلا یک جایی که تجمع مایعات است یا ایت است. یا ما باید بگیم که این دوا آنتی بیوتیک است، باید حداقل درباره کانسپت یک مفهوم درباره آنتی بیوتیک داشته باشن. این سواد سی میگن و مردم ما باید آگاهی زیاد شه و یعنی در این باره دواهای خود معلومات بخوای، از دکتر خود معلومات بخوای، از فارماسیست، چرا مسئولیتشان است. اما که شما را پروسه تداوی سرطان شروع میکنه ازشان معلومات بخواین. هر جایی که سوال ابهام براتون پیدا میشه همراهشون صحبت بکنین که دکتر صاحب این دوا که ما استفاده میکنم کدام مشکل دیگه نداره، من اینی تو مشکل مثلا ممکن مشکل کلیه‌ای داشته باشم، یه شریک میکنم راش کدام استفاده از دوا بر من کدام نقص نداره. این موضوعات شما شریک بسازین و دکتر هم دکتر خوب است که وقت خود زیاد به مریض خود میمانه. فارماسیست هم فارماسیست خوب است که وقت برای مریض خود میمانه، اهمیت قائل میشه در استفاده دوایشان. و ما خواهشم از مردمی است که خود دخیل بسازند در قسمت پرسی تداویشان، نه که خود سرانه استفاده کنند، یعنی معلومات خود را تکمیل کنند درباره دواها و پرسان بکنند تمام موارد از فارماسیست و از دکتری که بر شما وقت نمیمانه، یعنی بر تداوی شما ارزش قائل نیست و فارماسیستی که بر شما وقت نمیمانه. ما دیدیم خیلی دواخانه دوا را توزیع میکنه، هیچ دو دفعه که یک مریض ازش پرسان میکنه میگه اگه میگیری دوا رو بی، اگه نمیگیری برو. فارماسیستی که بر شما رفتار میکنه و دکتری که بر شما رفتار میکنه اصلا ضرورت نیست به او دکتر پیش شما مراجعه بکنید و پیش دو فارماسیست مراجعه بکنید. و به خاطر از اینکه این کار شما میتونه ولو که اونا را بگین که مردم تعریف بکنن که تو دکتر خوب است یا فارماسیست خوب است، با احترام به تمام هممسلکای عزیزم که اونا واقعا یعنی بسیار به صورت معیاری عمل میکنن و تعهد مسلکیشان دارن. ما به اونا احترام دارم و به تمامشان دستشان به گرمی میفشارم که اونا کار میکنن. ما میفهمیم که شرایط بسیار مشکلات وجود داره، ولی باقی از موضوعات که امروز مردم شریک ساختم این موضوع است که شما باید درباره آگاهیتان درباره موضوعات بالا بره و خود دکترای ما و شما باید این موضوع رو درک بکنن. موضوع جدی است. ما یک چیز را آمار را که ما در مقاله خواندیم شاید تا سال 2050 از هر 4 نفره که فوت میکنه 3 نفرش به دلیل مقاومت میکروبی جان خود از دست میده و این بسیار آمار است که از هر نوع مرضای دیگه، مرگ و میرای دیگه که تعداد زیاده، از هر نوع وقایعی که مثلا جنگایی که ما بگوییم این بسیار مهم است برای ما. به خاطر توجه جدی داشته باشند در قسمت استفاده از این دواها. تشکر بسیار زیاد از شما استاد معزز که در برنامه ما تشریف آوردین و از معلومات مفید و موضوعات کلیدیتان با ما شریک ساختین. بسیار تشکر از شما و تشکری خاص از بیننده های عزیز که تا این دم همراه ما بودن و سوالات خود را در بخش کامنت شریک ساختن. امیدوارم که به جواب پاسخ خود رسیده باشند و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا بی نیاز میسپارم. تشکر از شما، تشکر از تمام دوستا که حوصله‌مندی کردن و بحث دایدم دنبال کردن. سلامت و بخیر باشین، وقتتان